هموطنان عزیز، همه شما و هموطنان برون مرزیمان را به مناسبت فرارسی عید سعید فطر تبریک میگویم. به خاندان هر یک شما روزگار با سعادت و صلح و آسایش آرزو می نمایم. امسال عید فطر با عرفه جشنهای بزرگ ملی، نوروز باستانی و تجلیل 35مین سالگرد استقلال دولتی امان راست آمد که بسیار رمزی می باشد. زیرا عید فطر، جشن نوروز و دیگر آیین‌های ملی و اعتقادی ما محض به شرافت استقلال دولتی احیا گردیدند و به ما برگزاری آزادانه آنها میسر شد. در رابطه با عید سعید فطر میخواهم یک نکته مهم را خاطر نشان سازم که این عید مثل دیگر عنعنه و سنت‌های ملی و اعتقادی ما در برگیرنده ارزش‌های زیاد اخلاقی و معنوی می باشد. از جمله سنت‌های نیکی که برای استقبال آن از پیامبر گرامی قدر و امتانش میراث مانده است، خیر و سخاوت کردن به نیازمندان می باشد. خداوند در قرآن کریم در بابت صدقه دادن می فرماید: هر کی نیکی آورد او را 10 چند پاداش است و هر کی بدی آورد بجز مثل آن جزا داده نخواهد شد. اگر صدقه فطر موافق تعیینات واقعی خود، یعنی با یتیمان و معیوبان، بیماران، عائله‌های کم بضاعت و بی‌سرابان و دیگر شخصان نیازمند با احساس صدق و مهربانی انجام داده شود، ثواب بیشتر دارد و این عمل بی‌شبهه به تحکیم دوستی و همدیگر فهمی، وحدت ملی و اعتقادی و ثبات و آرامی در جامعه مساعدت میکند. به همین خاطر خداوند در قرآن مجید تاکید کرده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقه های خود را با منت کردن و آزار دادن باطل نکنید، مانند کسی که مال خود را برای خودنمایی و ریا به مردم میدهد و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد. طبق تعلیمات دین مبین اسلام، رعایت صرفه و سرشتکاری، آداب برگزاری هر گونه عید و مراسم می باشد. در قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نیز مسئله راه ندادن و اسرافکاری و زیاده روی در روزهای عید رمضان و قربان تاکید شده است. از این رو فراموش نباید کرد که تجلیل عیدها از جمله عید فطر مراسم معنوی و اعتقادی بوده، آراستن دسترخوان معنوی در آن مهم ارزیابی می‌گردد. زیارت پدر و مادر، کلانسالان و خویشاوندان، عیادت بیماران و عزاداران،
دعا بر روح گذشتگان و انجام دادن دیگر عملهای خیر و رفتار شایسته از صفتهای معنوی و فرهنگی این روز به شمار می روند. همچنین هموطنان ما باید در خاطر داشته باشند که عید توی نیست، بلکه یک مراسم اعتقادی می باشد و صرف و خراجات ظاهر پرستانه در این ایام که خلاف سنت های صرفه و سرشتکاری مردم باستانی ما می باشد عموماً ضرورت ندارد. یعنی بجای آراستن دسترخوان سرخرج عیدانه و نمایشکاری و اسرافکاری که ضرر محض است، باید در فکر آن باشند که فرزندان خود را در محیط سالم و سازگاری عائلوی تربیت نمایند. برای آنها و اهل عائله خود شرایط بهتری زندگی را مهیا سازند و دیگر عملهای خیر و ثواب را انجام دهند. اسرافکاری یعنی ضرر آوردن بر مؤمن است. دین مبین اسلام هیچ یک عبادت، مراسم و مسئولیت را برای انسان بر عوض ضرر روا ندیده است. در حدیث صحیح آمده است که در اسلام نه برای خود و نه برای دیگران ضرر نیست. هموطنان عزیز، صاحب علم و معرفت بودن یکی از فضیلت‌های بزرگ انسانی است و انسان با واسطه علم و مرتبه‌های بلند می‌رسد. پیشرفت جمعیت نیز در نوبت اول با علم وابستگی دارد. در قرآن شریف ذکر شده است که دانشمندان و باسوادان هیچگاه با بیسوادان و جاهلان برابر نیستند، بلکه درجه مردم باسواد و دانشمند همیشه بالاتر است. در حدیث‌های پیغمبرمان نیز همه امتان چه زن و چه مرد با آموختن علم و دانش ترغیب کرده می شوند. علم به انسان امکانیت می دهد که صاحب معرفت بلند گردد، خوب و بد حیات را آموزد، با صبر و تحمل و با تمکین و ملاحظه کار باشد. تنها انسان دانشمند با شناخت درست خود و انتخاب مناسب موقع خویش در جامعه قادر می باشد و اندیشه و رفتارش را از افراطگرایی و تندروی و تعصب حفظ کرده می تواند. جای بحث نیست و برای همه مسلم است که هر جا بیسوادی و نادانی است، آنجا حتما تعصب و جهالت و خرافات حاکم است. در رابطه با این تأکید می نمایم که در تعلیم و تربیت فرزند، یعنی همچون شخص با آداب و خوش اخلاق و با سواد و صاحب معرفت به کمال رسانیدن او نقش پدر و مادر معین کننده می باشد. تأکید می سازم که وظیفه پدر و مادر تنها به دنیا
آوردن فرزند نیست، بلکه تربیت کردن، صاحب علم و دانش و کسب و هنرگردانیدن او نیز وظیفه مقدسی پدر و مادر است. در قرآن مجید به بندگان خدا تقریباً 70 مراتبه از طاعت و عبادت پیام داده شده است، ولی 779 مراتبه از ضرورت و اهمیت علم و دانش و عقل و خرد سخن رفته است. بارها گفتم و بار دیگر تکرار میکنم که در اولین آیت قرآن کریم کلمه اقرا یعنی بخوان آمده است و خداوند در آن چنین حکم کرده است: بخوان به نام پروردگار خود که تو را آفرید. بخوان و پروردگار تو بسیار کریم است. آن کسی که به وسیله قلم انسان را دانش آموخت. همچنین در یکی از حدیث‌های پیغمبر اسلام تاکید شده است که سهل‌ترین یعنی آسان‌ترین راهی که انسان را به بهشت می‌رساند آموزش علم و دانش میباشد. از این لحاظ وظیفه مقدس پدر و مادران از آن عبارت است که فرزند خود را درست تربیت نمایند، او را به زندگی مستقلانه آماده سازند، به آموزش علم و دانش و کسب و هنرهای زمانوی هدایت کنند. زیرا علم و دانش و کسب و هنر فرزند را در زندگی آیندهش اعتبار و آبرو بخشیده باعث حرمت و احترام پدر و مادر و تشکل جامعه سالم می‌گردد و فرزندی با تربیت و با آداب و دانشمند و عاقل باغ پدر و مادر یعنی نامبردار آنها و ملت تاجیک می شود. محض برای همین غمخواری نسبت به مکتب و معارف و علم و فرهنگ در مرکز توجه دولت و حکومت تاجیکستان قرار دارد. هدف ما از بنیاد مؤسسه‌های نوید زمانوی تعلیمی و تشکیل آزمون‌های تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت نیز هرچی بیشتر با علم آموزی و از خودکنی کسب و هنر جلب کردن نورسان و جوانان اینچنین از خرافات و جهالت امین نگاه داشتن آنها می باشد. ما هرگز نباید فراموش کنیم که تاجیکان یکی از قدیمترین ملت‌های دنیا و ملت فرهنگی و تمدن ساز می باشد. ما وارثان و صاحبان فرهنگ و تمدن آریایی وظیفت داریم نسل‌های را به کمال رسانیم که سزاوار و نامبردار ملت باستانی خود باشد. همدیاران گرامی، حالا فصل بهار و ایام کارهای کشاورزی برای رزق و روزی فراوان و برکت دسترخوان مردم فرا رسیده است. در آیت 61 سوره هود قرآن کریم آمده است:
او شما را از زمین پدید آورد و آبادانی آن را بر شما واگذاشت. بنابراین کشاورزان را ضرور است که روزهای مساعد بهاری را ثمرناک استفاده کرده برای به دست آوردن حاصل فراوان کوشش نمایند. وضع بسیار نابسامان و حساس جهانی معاصر باعث باز هم شدت گرفتن نارسایی مواد غذایی و بالاروی میانبرده نرخ‌ها می‌گردد و ما نباید این را فراموش سازیم. باور دارم که هر یک فرد آگاه و بیداردل و با ننگ و ناموس در این روزها با در نظر داشتی سنت‌های نیک اجدادی و در اساس فرموده‌های دین اسلام برای حفظ دستاوردهای استقلال، تحکیم صلح و ثبات، گسترش وحدت و همدیگر فهمی و آبادی و آرامی وطن عزیزمان سعی و کوشش کرده در روند بنیادکاری و سازندگی و پیشرفت و سرسبزی کشورمان سهم خود را می‌گذارد. تعلیمات دین مبین اسلام ما را هدایت می‌دهد که پاکی و نظافت را از خود و خانه و در خویش، خیر و سخاوت را از اهل عائله و نزدیکانمان و وحدت و یگانگی را از صداقتمندی و مسئولیت شناسی در انجام رسالت وطنداری و وطنسازی آغاز نماییم. با امید آبادی باز هم بیشتری وطن عزیزمان، پیشرفت دولت صاحب استقلالمان و آرامی و آسایش روزگار هر یک عائله کشورمان، کل مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را به مناسبت فرارسی عید سعید فطر تبریک گفته برایشان تنصیحاتی و خانه آبادی، رزق و روزی فراوان و آرامی و آسایش آرزو می نمایم. عید سعید فطر مبارک باشد همدیاران عزیز.